خودروی 206 تیپ 2 با این مشکل جای ما مراجعه کرده که روغن ریزی داره، روزی 3-4 قطره از ماشین روغن میریزه پایین. سینیش هم که می‌بینید خیسه. یکی از سمت هیدرولیک داره، سمت تایم، یکی هم از سمت گیربکس میریزه. ما داشتیم گیربکس این ماشین رو باز می‌گیم که با یه همچین صحنه خیلی نادری مواجه شدیم. اینو یک همکاری کسی اومده بکس 16 پیچش هم کلا شاید 5 سانته اومده ببنده، پیچ بلند گذاشته و ما اومدیم پای کاتالیزور که باز کردیم با یه همچین صحنه مواجه شدیم. بله، پوستر شکوندن و ربره نکنی. حداقل اون لحظه یک چسبی یک چیزی بزنین که دیگه روغن نریزه. پای کاتالیزوره، یعنی خود کاتالیزوره. به خاطر این گیربکس باز بشه باید اون پیچ باز بشه.